سلام. امروز میخوام یکی از پیچیده ترین پرونده های جنایی رو تعریف کنم. گاهی اوقات قاتل درست جلوی چشمای ماست ولی نمیبینیمش. گاهی همه نشانه ها به اشتباه به سمت بیگناهی میره که فقط در جای اشتباه و در زمان اشتباهی حضور داشته. این داستان درباره قتلی که یک شهر رو شوکه کرد. یک مرد رو در آستانه محکومیت به اشتباه گذاشت و در نهایت یک تکنولوژی کوچیک روی دست مظنون حقیقت رو فاش کرد. با من همراه باشید تا قدم به قدم وارد جزئیات این پرونده بشیم. این داستان پر از دروغ و فناوری و یک قاتل غریبه که فقط به شانس تکیه کرده بود تا فرار کنه. اما شانس همیشه با قاتل نیست. ما رو سابسکرایب کنید که پرونده های بعدی رو از دست ندید. من سما هستم و اینجا روایت تاریکه. در شهر گرینبی امریکا تابستان 2016 داستان نیکول واندرهایدن 31 ساله که تازه مادر شده. روحیه پر انرژی و اجتماعی داشت. نیکول از ازدواج سابقش 2 بچه داره. یه دختر، یه پسر. بچه ها با پدرشون زندگی میکنن. نیکول با پسری وارد رابطه میشه به اسم داگ دیتری. اون یه مرد ایدئال و مهربون برای اون بود. اونا با هم وارد یک رابطه عاشقانه و پر از آرامش میشن. نیکول و داگ یک خونه مشترک میگیرن و با هم زندگی میکنن. تصمیم میگیرن در آینده خیلی نزدیک ازدواج کنن. بعد از مدتی متوجه میشن که نیکول بارداره. اونا خیلی ذوق زده و خوشحال میشن. یه اتفاق سورپرایز کننده‌ای برای داگ که آرزوشو داشته. داگ دیتری همیشه به این فکر میکرده که زود پدر بشه و نیکول اونو به آرزوش میرسونه. داگ تمام دوران بارداری نیکولو حتی بعد از به دنیا اومدن بچه خیلی مراقب نیکول بوده و تمام وقتش رو برای اون صرف میکرده. پسر کوچولوشون به دنیا اومد. اسمش رو دیلن گذاشتن. داگ و نیکول تمام وقت و توجهشون رو برای اون میذاشتن. حالا پسر کوچولوشون 6 ماهه شده. یه روزی نیکول به داگ میگه که دوستاشون قراره توی یه بار همدیگر رو ببینن و خوش بگذرونن و از ما خواستن که آخر هفته توی جمعشون باشیم. داگ میگه دوست دارن که به این مهمونی برن ولی دیلن رو چی کار کنن؟ تصمیم میگیرن که بچه رو به یه پرستار مطمئن بسپارن. بعد از کلی تحقیق و جستجو یه پرستار رو پیدا میکنن و بچه‌شون رو بهش میسپارن و قرار میشه که اونا یه 3-4 ساعتی به مهمونی برن. واقعا نیاز به این تنوع داشتن چون تمام وقتشون برای پسر کوچولوشون بود. آخر هفته شد. اونا بعد از سپردن بچه به پرستار با هم راهی بار شدن. توی بار با دوستاشون کلی خوش گذروندن. نوشیدنی میخوردن، میرقصیدن، کلی حرف و خنده. داگ تعریف میکنه که از وقتی پسرشون به دنیا اومده نیکول شبا مشروب نمیخوره ولی اون شب میدیده که نیکول در خوردنش زیاده روی میکنه اما چیزی بهش نمیگه. میذاره بهش خوش بگذرونه. میدونه نیکول مراقب خودشه. واقعا اون شب نیکول کلی خوش میگذرونه تا اینکه متوجه نبوده داگ میشه. از دوستاش جویای داگ میشه ولی همه میگن که دیدن فقط اون بیرون رفته. نیکول از اینکه داگ بیخبر از اون رفته عصبانی میشه. کلی فکر و خیالی که به ذهنش میاد باعث میشه اونو عصبی تر کنه. نیکول به داگ پیام میده که کجا رفتی؟ چطوره که نمیبینمت؟ نگرانتم. اون پشت سر هم به داگ پیام میده. حتی به اون فرصت نمیده که جواب بده. چند تا پیام دیگه میده. داری بهم خیانت میکنی نه؟ رفتی با یه زن دیگه؟ الان با اونی؟ و یه سری پیامایی که حاوی یه سری الفاظه. بعد که جوابی دریافت نمیکنه زنگ میزنه ولی متاسفانه بدون پاسخه. نیکول به یکی از دوستاش میگه که داگ جواب تماسامو نمیده. بهتره تو باش تماس بگیری. وقتی دوستش با داگ تماس میگیره داگ جواب میده. میگه که همون نزدیکاست. الان میاد.
نیکول از اینکه داگ جواب تلفن دوستشو داده و جواب تلفن اونو نداده خیلی ناراحت و عصبانی میشه. خیلی از دست داگ دلخور میشه. معنی کاراشو نمیفهمه. تموم خوشگذرونه‌ای که کرده بود زهرش میشه. اون وسیله‌اشو برمی‌داره و میره. دوستش به دنبالش میاد. میگه نیکول بی خیال، برگرد، شبو خراب نکن. بعدم میتونی ازش بخوای برات توضیح بده. بمون. ولی نیکول انقدر عصبانیه که به حرفی دوستش گوش نمیکنه. میگه که میره خونه پیش پسر کوچولوش. نمیخواد اصلا داگو ببینه، چه برسه به اینکه صداشو بشنوه. خیلی عصبانیه نیکول. اون همش فکر میکنه که دلیلی جز خیانت نداشته که داگ رفته و اونو تنها گذاشته. امان از این فکرای خانوما. ولی دوستای خوبم، نیکول رفت نه به سمت خونش پیش پسر کوچولوش. اون برای همیشه به سمت خونه ابدیش رفت. آخرین شب زنده بودن نیکول. حتی خودشم فکر نمی کرد اون شب اینطوری بشه و چنین سرنوشتی داشته باشه. فکر میکنین چه اتفاقی افتاده که نیکول دیگه زنده دیده نمیشه؟ با من همراه باشید تا ادامه پرونده رو بشنویم. داگ همراه دوستش به بار برمیگرده ولی نیکول رو نمیبینه. دوستاش میگن داگ کجا بودی؟ نیکول از دستت عصبانیه. خیلی اصرار کردیم بمونه اما رفته سمت خونه و نمیخواد تو رو ببینه. داگ به این فکر میکنه که چرا باید نیکول از دستش عصبانی بشه؟ اون فقط با دوستش برای سیگار کشیدن به بیرون بار رفته و توی ماشین هوس کردن همون حوالی یه دور بزنن و سرگرم حرف زدن شدن. همین. معنی حرفا و رفتار نیکول رو نمیفهمید. اون اگه جواب تلفناشو نداده بود خواسته بود که از این بیشتر بینشون دعوا به وجود نیاد. اما نیکول پیش خودش چه فکرایی میکرد؟ داگ به ساعتش نگاه میکنه. دیگه دیر وقت بود. تصمیم گرفت که بره نیکول رو توی مسیر سوار کنه و به سمت خونه برن، چون باید پرستار پسرشون رو تحویل میداد. ولی توی مسیر نیکول رو ندید. با گوشیش تماس گرفت. خاموش بود. به خونه رسید. پرستار گفت که بچه رو خوابونده و رفت. داگ تعریف میکنه که به خاطر خوردن مشروب زیاد سرش سنگین بوده. با نیکول تماس میگیره ولی اون دوباره گوشیش خاموشه. فکر میکنه که قهره، میان آشتی میکنن و خوابش میبره. اون فقط در طول شب طبق عادت همیشگی که شبا بیدار میشده به پسرش سری میزده، اون شبم یکی دو بار بیدار میشده، دیلن رو چک میکرده و دوباره میخوابیده و اصلا هم حواسش نبوده که نیکول برگشته یا نه. صبح روز بعد داگ میبینه که نیکول به خونه بر نگشته و خبری ازش نیست. با گوشیش تماس میگیره ولی اون خاموشه. با خودش میگه که چون قهره حتما پیش دوستاشه. با دوستای مشترکش تماس میگیره ولی همگی میگن که از دیشب خبری ازش ندارن. داگ دیگه تحمل بیخبری نداره. مگه میشه نیکول به خونه نیاد و دیلن رو همین جوری بذاره؟ با پلیس تماس میگیره. میگه که دوست دخترم از دیشب به خونه نیومده. تلفنش خاموشه. پلیس ازش میخواد که یه سری اطلاعات ظاهری نیکول رو بده و داگ دقیق همه چیز رو توضیح میده و منتظر خبر پلیس میشه. ولی داگ خبر نداره که چند ساعت دیگه قراره به چی محکوم بشه و قراره زندگیش دچار چه شوکی بشه. بعد از اومدن و تحقیق پلیس کمی بعد داگ بازداشت میشه. چی شد؟ پلیس بعد از دریافت خبر مفقودی نیکول از سمت دوست پسرش یه خبر دیگه رو دریافت میکنه که در همون حوالی جسد زنی که لخت و کبود شده پیدا شده. جسد زنی با موی بلوند و قدی متوسط، بدون لباس و بدون هیچ مدارکی. جسد با اطلاعات ظاهری که داگ داده بود یکی بود. بعد از انتقال جسد داگ شناسایی کرد. متاسفانه جسد نیکول بود. نیکول به قتل رسیده بود در اثر خفگی. اما کار چه کسی میتونه باشه؟ چرا باید به این شکل؟ چرا باید پلیس به داگ شک کنه؟ کارگاهان طی تحقیقاتی که انجام دادن به داگ شک میکنن، چون اونا شب قبل با همین جهر و بحث تلفنی داشتن که دوستاشون شاهد بودن و داگ به احتمال خیلی زیاد در حال خیانت بوده
و تنها فرد نزدیک به نیکول داگ بوده. پس نیکول رو کشته و جسدش رو در یک زمین کشاورزی کنار خیابون رها کرده. به همین سادگی داگ محکوم به قتل شد. اون خیلی تلاش کرد که ثابت کنه بیگناهه، اما حرفش رو باور نمی کردن. تطابق دی ان ای های صحنه جرم طول می کشه و طی این مدت داگ به جرم قتل بازداشته. 18 روز گذشت. اون نمیتونست کاری کنه. اون شوکه بود. هم از خبر مرگ نیکول، دوست دختر دوست داشتنیش، و همین که محکوم شده بود به قتل اون. حالا چه اتفاقی برای پسرشون میفته؟ چه سرنوشتی داره؟ گزارش تطابق دی ان ای آماده شد. گویا در صحنه جرم هیچ مدرکی پیدا نشد جز یکی از جوراب‌های نیکول که متهم فراموش کرده بود اونو از صحنه جرم حذف کنه. ولی در کمال ناباوری دی ان ای فردی پیدا شده بود که مربوط به داگ نبود. دی ان ای پیدا شده با دی ان ای مجرمانی که چند وقت پیش آزاد شده بودن تطابق داده شد و با فردی به اسم جورج استیون برج تطبیق پیدا کرد. دی ان ای اون بود. حالا اون کیه و چرا باید دست به قتل بزنه؟ سوالیه که مطمئنم برای همتون پیش اومده. جورج اهل ویرجینیا بوده که چند وقت پیش به شهر گرینبی نقل مکان میکنه و یکی از دوستای قدیمیش به اون کار و محل زندگی میده. پلیس کاری میکنه بدون اینکه سراغ جورج بره، اونو زیر نظر میگیره که مدارک کامل تری به دست بیاره و دلیل این که چرا باید دی ان ای اون سر صحنه جرم پیدا بشه پی ببرن. گویا چند روز بعد از قتل ماشین جورج تصادف میکنه. اون یه ماشین قرمز رنگ بوده. چون جورج راننده بوده، توی اداره پلیس پرونده تشکیل میده و تمام اطلاعاتش ثبت میشه. و یه خبر خوب اینه که یه مدرک خیلی مهم که هیچ کس و هیچ وقت فکر نمیکرد چه کمک بزرگی به این پرونده بکنه. حتی جورج هم فکر نمیکرد براش درد سرساز بشه. ولی اون چه مدرکیه؟ اون وسیله که مهمترین مدرک برای اثبات مجرم بودن جورج بود تلفن همراهش بود. تلفن همراه اون که توی اداره پلیس نگه داشته شده بود، اون به دنبالش نیومده بود که تحویل بگیره و همین باعث شد که کارگاهان پلیس به بررسیش بپردازن. کارگاهان پلیس با بررسی اطلاعات گوشی چیزی پیدا نمی‌کنن، ولی یه پلیس باهوش جیمیل اونو چک میکنه که وسیله اون داده های جی پی اس گوگلش رو چک میکنه. متوجه میشن که در شب قتل اون در اون حوالی که جسد پیدا شده حضور داشته. معنیش چی میتونه باشه؟ مامورای پلیس با پیدا کردن این شواهد تمام تلاششون میکنن که حقیقت واقعی رو بفهمن و بدونن آیا داگ دیتری دستی در این ماجرا داره یا نه. تمامی روزنامه‌های محلی تیتر اون روزاشون این بود: پدر مادر کش. اونا داگ رو قاتل میدونستن و جز اینم چیز دیگه ای نبود که بخواد مظنون بشه. تا اینکه پلیس با تحقیقاتی که انجام میده توی صحنه جرم رد لاستیک ماشین جورج رو هم پیدا میکنه. ولی یه چیز خیلی مهمتر، داگ دیتری و نیکول هر دو روی دستشون دستبند فیتبیت داشتن. دستبند فیتبیت همون ساعت هوشمندیه که ضربان قلب و فعالیت بدن رو کنترل میکنه. پلیس با بررسی این ساعتها و تحلیل داده های این ساعت متوجه میشن که ساعت دیتری اثبات میکنه که طبق اظهاراتش در ساعت قتل نیکول واقعا خواب بوده و هیچ فعالیتی نداشته. ضربان قلبش از شب تا صبح نرمال یکسان بوده و چند دقیقه راه رفته که نشون میده به گفته خود داگ برای سرزدن پسرش بوده. باور کردنی نیست. این میشه تنها چیز برای مدرک بیگناهی داگ. و با بررسی ساعت نیکول پی میبرن که نیکول در ساعتی از شب در حال حرکت بوده و بعد ثابت شده، یعنی تایمی که داگ ادعا کرده که
خواب بوده. حرفای داگ با داده های ساعت ها یکی بود، اما باید ببینیم که جورج چه نقشی داشته و نظر دادستانی چیه. جورج بازداشت میشه و از پلیس درخواست میکنه که وکیل براش بگیرن و بدون وکیل حرف نمیزنه. اون تمامی احتمالات رو رد میکنه، اما در روز دادگاه مجبور میشه که ادعا کنه که اون شب در یک بار وقت میگذرونده که یهو نیکول میاد و باهاش آشنا میشه. اون دو نفر تا آخر شب ساعت 2 شب که تایم بسته شدن بار بوده با هم حرف میزدن، یعنی لاس میزدن و نوشیدنی میخوردن. میگه بعد اینکه بار بسته شد به نیکول پیشنهاد دادن که اونو برسونم. ادعا میکنه که نزدیکی خونه نیکول یه رفتارایی میکرده و ناگهانی اونو بوسیده و جورج از خود بی خود شده و تصمیم گرفتم که با هم توی ماشین رابطه داشته باشن. میگه که نیکول با هیجان لباساشو از تنش در آورده و با هم یه رابطه خیلی خوبی داشتن، اما یهو یه نفر از پشت به سرش ضربه زده و اون دیگه توانایی دفاع نداشته. اظهار میکنه که اون فرد ناشناس داگ بوده. نیکول رو کشته و با تفنگ اونو تهدید کرده که جسد رو توی زمین کنار جاده بندازه و بعد گفته که به کسی نگی ها، میکشمت. جورج هم تمام این کارها رو به اجبار انجام داده. همین اون خیلی راحت قتل رو به گردن داگ دیتری میندازه که تبرئه بشه. اما بچه‌ها، دادستانی داستان جورج رو باور نمی‌کنه چون مهمترین سندها رو در اختیارش داره. طبق اطلاعات نیکول اون شب هیچ رابطه جنسی نداشته، حتی به اجبار. پس دروغ بودن داستان جورج اینجا مشخص میشه و اینکه با بررسی DNA، دوربین‌ها، GPS گوگل گوشی ثابت میشه که اونا واقعا توی بار با هم آشنا شده بودن و جورج به خاطر اهداف شومی که در سر داشته پیشنهاد داده که نیکول رو به خونش برسونه. اما بعد از رسیدن نیکول به خونه، وقتی نیکول قصد داشته بدون هیچ کاری از ماشینش پیاده بشه، اونو عصبی میکنه و سعی میکنه که با اون رابطه داشته باشه که نیکول اجازه نمیده، که جورج از شدت عصبانیت کنترلش رو از دست میده و با بندی که توی ماشین داشته اونو خفه میکنه. بعد برای اینکه دستش رو نشه لباسهاشو در میاره و اونو تو اتوبان به بیرون پرت میکنه و جسد رو کنار جاده رها میکنه. و وقتی اطلاع پیدا میکنه که این پرونده یه فرد مظنون به قتل داره، تصمیم میگیره از شانسش استفاده کنه و با گفتن این داستان دروغی قتل رو به گردن داگ دیتری بندازه و شخصیت نیکول بیچاره رو به یک خیانتکار تبدیل کنه. اما خبر نداشته که داگ یه شاهد دیجیتالی داشته که اونو از قتل مبرا کرده. دادستانی جورج رو به قتل درجه 1 محکوم میکنه و به اون حکم حبس ابد بدون آزادی مشروط میده و داگ دیتری بیگناه شناخته میشه و اون آزاد میشه. واقعا ثابت میشه که داگ از صمیم قلبش نیکول رو دوست داشته و هیچ خیانتی به اون نکرده و واقعا قصد داشته که ازدواجش رو رسمی کنه، اما خانواده‌ای که آرزوشو داشت و نقشه میکشید اون رو داشته باشه برای همیشه از دست داد. داگ آزاد شد ولی خاطره این اتفاق تلخ تا ابد همراهش خواهد بود. این پرونده یک پیام بزرگ داشت. گاهی علم و تکنولوژی چیزی رو نشون میده که حتی پلیس با تجربه هم نمیبینه. حقیقت پشت داده های کوچیک پنهان بود. یک قاتل غریبه، یک بیگناه متهم به قتل، یک قربانی که صداش تنها با ساعت هوشمند شنیده شد. مادری که فقط 6 ماه فرصت داشت برای فرزند دلبندش مادری کنه. هیچ کس فکر نمی کرد که قاتل کیه تا وقتی مدارک علمی حقیقت رو فریاد زد. لطفاً نظرتون رو راجع به این پرونده پیچیده توی کامنت ها بنویسید و بگید در طول داستان به چه چیزایی فکر می کردید. یادتون نره ما رو سابسکرایب کنید
به امید دیدار مجدد. روایت تاریک.